سلام، مریم هستم. به آشپزخونه من خوش اومدید. امروز اومدیم با یه خوراک دیگه که توی زمستون خیلی میچسبه. خوراک لوبیا یکی از غذاهایی هستش که توی فصل زمستون خیلی پرطرفداره. درست کردن این غذا کار خیلی راحتیه. حتی کسایی که آشپزی به اون صورت بلد نیستن، علخصوص کسایی که تایم خیلی کمی دارن که پای گاز بمونن و حتی افرادی که مجرد هستن به راحتی میتونن این غذا رو درست کنن. این غذا بین شمالیا خیلی محبوبه. این غذا رو با کباب چنجر میخورن. کباب چنجر آماده میکنن و اون قاطی خوراک لوبیا میکنن و اون رو میل میکنن. این روش خوردن غذا بیشتر توی گیلان مرسومه، اما حالا کلا خوراک لوبیا به شکل همون معمولی هستش. لوبیا و سسی که آماده میشه اونجور غذا رو درست میکنم. اما من چون دوست داشتم که یه طعمش مقدار بهتر بشه، من از ماهیچه استفاده کردم که توی طعم غذا خیلی تاثیر داشته باشه. معمولا کنسروهای لوبیایی که هستش یا خود لوبیا هستش اون سسش و یا حتی بعضیا بهش قارچ هم اضافه میکنن. یه سری نکات داره این خوراک که من توی طول برنامه اونا رو برای شما میگم حتما. حالا بریم با هم ببینیم که مواد اولیه این غذا چی هستش. برای خوراک لوبیا از لوبیا چیتی استفاده میکنم، اما من دیدم حالا بعضی از لوبیا قرمز هم استفاده میکنن، اما لوبیایی که بیشتر رایج هستش هم لوبیا چیتیه. من 400 گرم لوبیا چیتی رو از شب قبل گذاشتم، خیسوندم، چند بار آبش رو عوض کردم. شما حتما باید این کار برای لوبیا انجام بدید. نخود، لوبیا، عدس فرقی نمیکنه. اگر تایم ندارید و نمیتونید حالا از شب قبل لوبیا رو خیس کنید، چند روش هستش، چند تا نکته داره، من اون نکات رو به شما میگم. یه نکته این که شما اگه خیلی عجله دارید میتونید که لوبیا رو بذارید با آب جوش یه چند دقیقه بخیسه، اینجوری سریعتر حالا کار شما رو پیش میبره. یا میتونید یه روش دیگه هم که انجام بدید اینه که لوبیا رو با آب جوش بذارید 10 دقیقه روی گاز بپزه و از 10 دقیقه اون رو برگردونی آبکشش کنید و دوباره برگردید توی قابلمه و دیگه برای پخت آمادهش کنید. اما اصلا به هیچ عنوان از آب سرد نباید استفاده کنید. حتما اگر شما لوبیا رو خیسوندین، حالا فرق به هر روشی فرق نمیکنه، حتما اون رو با آب بشورید. حالا با آب ورم یا آب جوش باشه، به خاطر اینکه اون تلخی، حالا اون بوی خامی، حالا هرچی که هستش رو لوبیا از بین میره. آرد استفاده میکنم من به خاطر اینکه حالا یه ذره لعاب بیشتری بگیره خوراکمون. من از یک قاشق آرد استفاده کردم. برای ادویه پاپریکا، زردچوبه، فلفل سیاه، پودر سیر و از عصاره گوش من استفاده کردم. یک قاشق سرکه استفاده کردم من برای خوراکمون. 2 عدد پیاز، 3 عدد سیب زمینی، 2 قاشق و نیم من رب استفاده کردم، 3 عدد گوجه، 6 حبه سیر و 450 گرم ماهیچه گوسفندی من استفاده کردم. حالا با هم بریم که غذا رو آماده کنیم. اولین کاری که می‌کنیم لوبیا آماده می‌کنیم که بپزیم. آب رو هم من از قبل گرم کردم، اضافه میکنم. قشنگ بریزی تا روی لوبیا بیاد. گاز رو روشن میکنیم، میذاریم که تا نیم ساعت بپزه. تا لوبیامون میپزه میریم سراغ سسش رو آماده میکنیم. ببینید لوبیا من الان پخته. من الان آبش رو عوض میکنم، همین آب کدرش از بین بره و هم که یه دور میشورمش و دوباره میام توی قابلمه میریزم. لوبیامون که آماده شد، حالا میریم که مواد سسش رو آماده کنیم. من ترجیح میدم که گوشت رو قبل از اینکه وارد
اون سس بکنم و خوراکمون آماده کنم، من یه مقدار تفتش میدم، توی طعمش هم خیلی تاثیر بیشتری داره. و همینجور رب رو هم من تفت میدم که اون هم خامیش طعم خامیش گرفته شه و همین که رنگ خودش رو آزاد کنه و خوراکمون خیلی خوش رنگ تر شه. من روغن کم ریختم به خاطر اینکه ماهیچه خودش به اندازه کافی چربی داره. مواد سس که من همه رو آماده کردم، رو تفت دادم که رنگش باز شد، اون خامیش گرفته شد، گوشت رو هم تفت دادم، لوبیام که پخته شده، اون موادی که پوره کردیم هم آماده است. حالا همه اینا رو میخوایم اضافه کنیم توی ظرفمون و بذاریم 2 ساعت و نیم الی 3 ساعت رو شعله کم بپزه. یه نکته فقط من بگم که لوبیا با آب لیمو خیلی خوشمزه میشه، اما شما الان که میخواین غذا رو بپزید لیمو رو اصلا بهش اضافه نکنیم. گوجه پوره شدنمون رو اضافه میکنیم، لوبیا رو هم اضافه میکنیم، گوشت رو هم اضافه میکنیم. شعله گاز رو زیاد کنید، بذارید یه قلک زرد اومد، بعد از اون شعله رو کم کنید، بذارید رو حرارت ملایم بپزه. دو ساعت از زمان پخت خوراکمون گذشته. من سیب زمینی رو بهش اضافه میکنم، همینجور سرکه و آردرو. خوراک لوبیای ما آماده شد. من فراموشم شد این تصویر داشتم میگرفتم به شما بگم، زمانی که سیب زمینی رو اضافه میکردید همون موقع باید 1.5 قاشق نمک بهش اضافه کنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم ما رو به دوستاتون معرفی کنید. شما هم این غذا رو اگر درست کردید برای ما کامنت کنید، اگر به روش دیگه درست میکنید باز هم برای ما کامنت بذارید، همه پیام‌های شما رو من میخونم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک فراموشتون نشه و کانال ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید تا برای ویدیو بعدی خبردار باشین. خیلی دوستتون دارم.